سلام خوانندگان عزیز. موضوع درس 13 فشار درونی مایع ها می باشد. فشار گیدروستاتیکی. فشار گیدروستاتیکی مایع را به قعر ظرف دیده می براییم. ما در درس گذشته اوید به قانون پاسکال و پرسی گیدراولیکی گفته گذاشتیم که در آنجا فشار گذرانی مایع ها و گاز ها چگونه به عمل می آید و چه خیل به همه سمت ها فشار یک خیل پهن کرده می شود دیده برآمدیم. اکنون باشد فشار مایع را در چقوری های معین چطور حساب میکنن دیده میبریم. چخیلی که ما میدانیم فرمول فشار P برابر F تقسیم S است و به جای F mg گذاشته شده است، به جای ماسه باشد رو ضرب V گذاشته شده است و به جای حجم باشد S ضرب H گذاشته شده است. در نتیجه اختصار شدنی مساحت با مساحت فرمول حاصل شده رو HG به عمل آمد. یعنی P برابر رو GH این فرموله فشار گیدروستاتیکی به حساب می رفته است. فشار گیدروستاتیکی در قعر ظرف وابسته است از زیچی مایع و از بلندی و یا چقوری مایع وابسته است. از ماسه مایع، از حجم مایع، از شکل ظرف وابستگی ندارد. از این سبب در این رسم خیلی که میبینیم 4 ظرف های پیوسته نشان داده شده است که آنها از جهت بریش، از جهت حجم، از جهت شکل خیلی گوناگون میباشند. اما عصبی اون که در آنها بلندی یک خیلی مایع ریخته شده است H و در آنها مایع یک جنسه یعنی که در همشان مایع یک خیلی ریخته شدند. از این سبب فشار آورده ایستاده آنها در زیر ظرف در همهشان یک خیلی به حساب می روند برای آنکه بلندی و زیچی یک خیلی می باشد. از این سبب خلاصه کرده گفتم ممکن است که فشار مایع در قعر ظرف و یا در یگان چقوری معین تنها از زیچی مایع، از شتاب افتش آزاد و چقوری وابسته است و خلاص. از ماسه و حجم و یا از شکل ظرف وابستگی ندارد. فشار گیدروستاتیکی مایع هر چقدر که در چقوری زیادتر جایگیر باشد همان قدر فشار زیاد میگردد. گفته های یمان را با این رسم اثبات میکنیم. در این رسم خیلی که میبینیم یک ظرف سیلندری آورده شده است که در آن یک چند سوراخ ها آورده شده است و از جاری شوی مایع ها از این سوراخ ها ما گفته میتوانیم که فشار در کجا زیاد است و در کجا کم. عصبی آن که در اینجا بلندی خیلی کم است فشار خیلی خورد است. در نتیجه آب کمتر حرکت میکند خلاص. و در چقوری دویم در سوراخ دویم باشد بلندی مایع زیادتر است. 82 قدر مایع فشار می آورند. از این سبب فشار در نقطه دوم خیلی زیاد است نظر به نقطه یکم. در نقطه سوم باشد همه این مایع ها فشار می بیارند. از این سبب از حساب 83 نظر به 81 و 82 زیاد بودن فشار در نقطه 3 زیاد می باشد. همین طور گفتن ممکن است که فشار نقطه 3 کلان از فشار نقطه دوم و کلان از فشار نقطه یکم که این را ما با جاری شوی آب دیده ایستاده ایم. همین طور هر چقدر که چقوری زیاد باشد فشار همان قدر زیاد است. یک چند مسئله ها را اوید به فشار گیدروستاتیکی دیده میبریم. ناگفته نماند که فشار گیدروستاتیکی گیدرو این مایع و استاتیک به حرکت یعنی این فرموله که همراه دیده برآمدیم تنها برای مایع های استفاده می شود که آنها آرام می باشند حرکت نمی کنند. شرط مسئله یکم آیا در رسم مایع به قعر هر 3 ظرف فشار یک خیلی می آورد؟ این فشار چقدر است؟ اگر به جای آب در ظرف ها کرسین ریزیم فشار تغییر می یابد یا نه؟ فشار در این مورد چقدر می شود؟ یعنی در رسم 3 ظرف های گوناگون آورده شدند و بلندی عمومی مایع 500 میلیمتر را تشکیل می دهد. بهتر می شود آن را به متر افاده نماییم که این 0.5 متر می شود. ما باید معین کنیم که فشار آورده ایستاده آب به قعر ظرف چقدر است. پی آب برابر است روی آب
ضرب ژ ضرب اش. قیمت ها رو میگذاریم. 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم و ضرب 0.5 متر. کیلوگرم با کیلوگرم و 1 تا متر با 1 تا متر اختصار شود 2 تا متر در اینجا باقی میماند. همینطور جواب این رقم ها برابر می شود به 5000 پاسکال. اکنون فشار میآوردی کرسین را معاینه میکنیم. یعنی اگر به جای آب کرسین ریخته شود فشار چقدر می شود؟ زیچی کرسین ضرب ژ ضرب اش. 800 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 0.5 متر. همینطور کیلوگرم با کیلوگرم و 1 تا متر با 1 تا متر اختصار می شود و حاصل میکنیم جوابی 4000 پاسکال. جواب مسئله مذکور فشار آب برابر بوده است با 5000 پاسکال و فشار کرسین برابر است به 4000 پاسکال. مسئله دوم غواص با لباس مخصوص در آب تا چقوری 250 متر ولی به آن گونه لباس تنها تا چقوری 20 متر فرو رفته میتواند. آب در این چقوری ها به غواص چقدر فشار می آورد؟ غواص به روسیه‌اش ودلاز میگویند. یعنی اگر لباس مخصوص داشته باشد تا 250 متر چقوری فرآمده میتواند و به لباس تا 20 متر چقوری فرآمده میتواند که این وابسته به فشار میآورده‌ای آب وابستگی دارد. فشار را در این نقطه ها همراه معاینه میکنیم. P1 برابر زیچی آب ضرب ژ ضرب اش 1. این برابر است زیچی آب بر که شورتر است نمکش زیادتر است از این سبب زیچیش 1030 می باشد. 1030 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم و ضرب 250 متر. این برابر است به 25 75 3 تا 0 پاسکال و یا اگر به کیلو پاسکال ifade نماییم 2575 کیلو پاسکال می شود. اکنون فشار را در نقطه دوم معاینه میکنیم. P2 برابر است زیچی آب ضرب ژ ضرب اش 2. این برابر است 1030 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 20 متر. این برابر می شود به 206,000 پاسکال و یا گفته می توانیم 206 کیلو پاسکال. همینطور جواب مسئله مذکور فشار در نقطه یکم 2575 کیلو پاسکال و در نقطه دوم باشد 206 کیلو پاسکال است. برای معاینه کردن چقوری و یا بلندی مایع فرمول زیرین رو استفاده میبریم. H برابری P تقسیم رو G. مسئله سوم آب بحر در کدام چقوری به سطح باتیسکاف فشار 6190 کیلو پاسکال می آورد؟ باتیسکاف چخیلی که میدانیم یک کشتی زیر آبی هست که با محرک مخصوص در دلخواه چقوری بحر به کدام سمتی که خواهد حرکت کرده میتواند. باتیسفر باشد با یک تراس مخصوص به پایان فراورده می شود، اما باتیسکاف باشد در چقوری معین با محرک خود به سمت دلخواه حرکت کرده می تواند. اگر فشار به باتیسکاف 6190 کیلو پاسکال باشد، آن باتیسکاف در کدام چقوری جایگیر است ما باید معاین نماییم. فرموله بالا را استفاده نموده چقوری را معاین میکنیم. H برابر P تقسیم زیچی آب ضرب G برابر 6190 بهتر می شود با پاسکال ifade نماییم 3 تا 0 علاوه می نماییم پاسکال تقسیم 1030 کیلوگرم تقسیم متر کوب
بعد 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم. قیمت این حساب ها برابر می شود به 600 متر. مسئله نوبتی، چقورترین جای بحر تاجیک یعنی آبانبار قیراقم را معین کنید. اگر فشار آب در آنجا به 255 کیلوپاسکال برابر باشد. فشار را با پاسکال ها ifade می نماییم. 255 هزار پاسکال. اکنون چقورترین جای آبانبار قیراقم را معین میکنیم. H برابر P تقسیم روی آب ضرب J. این برابر است 255 هزار پاسکال تقسیم زیچی آبی بحر قیراقم 1020 آورده شده است کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم. این برابر است به 25 متر. یعنی چقورترین جای بحر قیراقم به 25 متر برابر بوده است. برای معین کردن زیچی مایع فرموله زیرین را استفاده میبریم. رو برابر P تقسیم GH. مسئله پنجم، ستون مایع بلندیش 0.5 متر به قعر ظرف فشار 4 کیلوپاسکال می آورد. زیچی مایع معین کرده شود. فشار را به پاسکال ها ifade می نماییم. 4000 پاسکال. فرموله زیچی را استفاده می کنیم. رو برابر P تقسیم GH. به جای فشار 4000 پاسکال تقسیم 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم به جای چقوری 0.5 متر. این برابر می شود به 800 کیلوگرم تقسیم متر کوب. این مایع گفتم ممکن است یا کرسین می باشد و یا سپیرت می باشد. مسئله دیگر، جسم در چقوری 20 سانتی متر در مایع جایگیر می باشد. مایع به جسم با فشار 27.2 کیلوپاسکال تاثیر می نماید. زیچی مایع یافته شود. در این صورت بهتر می شود فشار را با پاسکال ها ifade نماییم. 27200 پاسکال و چقوری را با متر ها که این به 0.2 متر برابر است. اکنون زیچی مایع را معین میکنیم. رو برابر P تقسیم GH. به جای فشار 27200 تقسیم 10 و به جای چقوری 0.2 میگذاریم که این برابر میشد به 13600 کیلوگرم تقسیم متر کوب. گفتن ممکن است این مایع سیماب به حساب میاد. یعنی جواب این مسئله زیچی مایع برابر بوده است به 13600 کیلوگرم تقسیم متر کوب. مسئله هفتم، در ظرف سیلندری آب، سیماب و کرسین میریزیم. حجم هر سه نوعی مایع ها را یک خیله میگیریم. بگذار سطح بالای کرسین از قعر ظرف 12 سانتی متر بلند باشد. فشار عمومی مایع ها به قعر ظرف چقدر خواهد بود؟ حسب آنکه در مایع سیلندری آب، سیماب، کرسین ریخته شدند و حجم آنها برابر است، ما میتوانیم نوشته باشیم حجم یک برابر از حجم دوم برابر از حجم سوم. در ظرف سیلندری مساحت در همه نقطه ها یک خیله می باشد و حجم نیز یک خیله است. از این سبب بلندی مایع ها نیز یک خیله می باشد. بیایید رسمش را تصویر می نماییم. ظرف سیلندری نمود از پهلو، در آنها مقدار یک خیله آب، سیماب، کرسین ریخته شده است. حسب آنکه این مایع ها آمیخته نشونده می باشند، از این سبب کرسین در بالا، آب در مابین و سیماب در پایان جایگیر میشن. برای آنکه زیچی کدام مایعی که کلان باشد آن مایع در پایان جایگیر میشود. سطح بالای کرسین از قعر ظرف 12 سانتی متر پایان است. از این سبب بلندی هر یک مایع ها را با اشی خرد ifade میکنیم. از رسم معلوم است که اشی کلان برابر است به 3 اشی خرد. از اینجا اشی خرد رو معین نماییم. اشی کلان تقسیم 3 این برابر میشد به 12 سانتی متر تقسیم 3.
این برابر است 4 سانتی متر و یا گفتن ممکن است 0.04 متر. اکنون که بلندی هر یک مایع معلوم شد، فشار هر یک مایع را به قعر و فشار عمومی آنها را به قعر ظرف معین میکنیم. فشار آب برابر است زیچی آب ضرب ژ ضرب اش. این برابر است 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم و ضرب 0.4 متر. جواب این حساب ها برابر می شود به 400 پاسکال. اکنون فشار کرسین را معین میکنیم. زیچی کرسین ضرب ژ ضرب اش برابر است 800 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 0.04 متر که این جوابی 320 پاسکال حاصل می شود. اکنون فشار سیماب را معین میکنیم. زیچی سیماب ضرب ژ ضرب اش 13600 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 0.4 متر. جواب این حساب ها برابر می شود با 5440 پاسکال. اکنون حسابی آن که فشارها بزرگی اسکالری است، برای معین کردن فشار عمومی تنها قیمت های فشار را جمع کردن کفایه است. فشار کرسین جمع فشار آب جمع فشار سیماب برابر است 320 پاسکال جمع 400 پاسکال جمع 5440 پاسکال. جواب 6160 پاسکال بوده است. یعنی هر سه این مایع ها به قعر ظرف فشار عمومی 6160 پاسکال می آورند. این بود یک چند مسئله هایی که دایر به فشار هیدروستاتیکی مایع. در این سلاید یک چند مسئله ها برای کار مستقلانه آورده شدند. خیر تا درس من بعد.